جوی. در اینجا بودنی مرال برایش بهتر است. اگر یگون چی شود با من خبر خدا است راضی باشد پسرم. دخترم را برگرداندی، ندیرم را پیدا کردی. خدا است راضی باشد. هیچ گپ نیست. این وظیفه من است. با این گپ‌هایتان مرا در خجالت نگذارید. در حقم دعا کنید بسنده است. دعا میکنم. کنی برادر اینجا بیا. دخترکم. شینی جا مادر و بیبیت رو احتیاط کن. آنها به تو امانتند. البته آقای دکتر، آنها را تنها نمیگذارم. آقای دکتر چی واقع قزبان؟ یلمز محافظان رو جمع کرده به کورک نیستده. چی گفتی؟ قزبان آخر فایده هم رسید. ده هم محافظ شدی. نیستد من هم میایم. شرف مدیا تقدیم میکند. یلمز با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو بخبر شوید. یلمز یلمز تو چیکار میکنی؟ شرف مدیا تقدیم میکند. برای نجات دادن دیلا میروم، فهمیدی؟ یلمز این کاری تر نمیشود. سینا با قوت با آماده شده است. تو باشی با چند نفر محافظانت کاری کردن نمیتوانی. یلمز بسترت یگان بلا میاری. یلمز پسرم و گپ تو رو گوش کنید. او راست میگوید. شما با آنها مقابلت کرده نمیتوانید. ما نقشه همان رو کشیده ایم. خواهش میکنم با ما مانع نشوید. یلمز رفتیم راه گردید بروید. روید شما دیگر بر نمیگردید. اینقدر زود باور اینا. رفتن ها؟ البته رفتن. باز چیکار میکردن؟ مگر به گپی دکتر گوش کرده نیستند؟ خیر آمد رفتن گیرن. هیچ کد نه. تا وقتی که من بلی محافظان هستند این هدر امان است. های دختر تو چی ها میگویی؟ چی خیل محافظ؟ من به تو گفته بودم که به این کارها دخالت نکن. پدر چرا داد میزنید؟ خواستم از تجربه در کوه از خود کردن بهره مند. حاضر من به تو تجربه رو نشون میدم. پیش از آن که چشمت را پر کنم از یا گم شو. رو تو در اینجا با چی کار مشغولی؟ وقتی که او را دزدیدن تو در کجا بودی؟ آخر گفتم که محافظان ناخواست هجوم کردن با تن قماندان. تو دیوانه شده ای؟ مگر آنها برای بردن این دو هجوم کرده بودند؟ نه، هدفشان همشیر دیلا بود. برای نجات او هجوم کردند اما بردن نتوانستند. نمیدانم چطور لیکن شرف مدیا تقدیم میکند. یعنی برای نجات همشیره هجوم کردند همین طور؟ بله با تن قماندان. همشیره برای دکتر و مردم آبی کلان خیلی مهم است. کنی زود باشید. 2 ساعت گذشت حالا هم شما را آماده نکرده اید. کنی زودتر. پیشوایمان را انتظار کردن خوب نیست. حاضر تیار می شود. لباسش را هم پوشانید. کمی به دختر مانند شود. بس کن. گریه را بس کن. راهگر انا در آنجا. دیلو خیلی که تخمین کرده بودیم در همین جایم. چیکار میکنیم یلمز؟ به بخششگاه میدرایم. خودت تنها؟ شما در بیرون مرا حمایه کنید. من دیلا را گرفته میبرایم. اگر یگان نفر از این پلیدان از پسمان آید حتما تیر خالی کنید. شما با این طرف روید. شما باشید به این طرف. آخرین خیلی خطرناک است. او خواهر من است. باید این خطر را خودم تنها پسی سر کنم. پروانه کن همش خوب می شود. زود باشید. زودتر لباسش را پوشانید.
خدایا با من کمک کن. آماده است. کنی بیا، فرصت عالی رسید. وای مرا خوب نمیشناسد خودش را کی فکر میکند. کنی یک طرف میبینم که آماده شده ای همشیره. این زیباگی را بینه. به خدا تو زود به بالا رفتی. این زیباگی به پیشوایمان سزاوار است. زیباگی دختر رو یک طرف گذار سینان. ما دل کرده ایستاده ایم. راه گرد. یک روز پیشوامان میشوم و همه‌تان با من خدمت میکنید. کنی از پسی کارت شو ابله رو. راه گرد. به من گوش کن. عقلت را به جایش گذار. زنی آدمی بزرگ میشوی. عالی همان میشوی. آرامانه در همینجا شین. من رفته پیشوایمان را خبردار میکنم. حاضر میآیند. طاهر، یلماز، التماس بیایید، مرا رها کنید. سلیما به خود بیا. چه شد؟ من در کجایم؟ آرام شو سلیما، تو در نقطه طبی. من در اینجا چیکار میکنم؟ ایستو از جویت نجوم، تو زخمی شده ای. من تو رو جراحی کردم. سلیما، به نظر نفری آمده است، درآید. بیاید. پدر؟ دخترکم تو برگشتی. برنگشتم پدر، بلکه مرا اسیر گرفتند. این طرف نگو دخترم. خدا از آقای طاهر راضی باشد، جان تو رو رها کرد. این طور نگو دخترم. اگر اون نمی بود شاید تو رو دیگر نمی دیدم. بیا دخترم، یک روی نکن، تسلیم شو. با خانه‌مون برمیگردیم. شما چی ها میگوید پدر؟ از آنی که به دولت تسلیم میشم مردنم بهتر است. دانسته باشید من مبارزم و همچون مبارز خواهم بود. دخترم سلیم، آخر با من گوش کن. باز همان گپایتون. تسلیم شو، خودت رو نجات ده، به خانه برگرد. من از این گپا بیزار شدم. در آوانی کودکیت وقتی که مادرت مویهایت را شانه میکرد تو گریه کرده به نزد من میومدی تا مویهایت را من شانه کنم. مادرت باشد از این کارت خفه میشد. تو باز دویده مادرت را به آغوش میگرفتی. اکنون میبینم آن سلیمه نیست، گویا دلت یخ کرده است. خیریت که مادرت این روزها را ندید. میدانید برای چی این روزها را ندید؟ چون که دولتی گفته اتانوی را از دختر محروم کرده بود. من ختم خوردم. جزایشون رو میدیم و از راهم بر نمیگردم. گپ‌های بیهوده نزن دخترم. من و مادرت خواستیم دخترمون رفته خوانده فرزند سزاوار ملت و وطنش گردد، اما تو رفته به دست سلاح گرفتی. خیر دیگر چی گویم، خدا عقل دهد. بس کنید، روید از اینجا. دیگر شما رو ندیدن میخواهم، نشونیدن. مرا فراموش کنید. خودت میدونی دخترم، اما با تو یک خبر دارم. اکات رو به اینجا با کار تعیین کردند و او از این کارت راضی نیست. او دیگر اکای من نیست. او تنها یک سربازی دولت است.
با او گویید که من مردم. شما باشید. اگر یک بار دیگر از پیشم برآید شما را پدر هم نمیگویم. به شما نمیگویم که گریه نکنید رئیس، دردی فرزند را خوب میدونم. بعضی فرزندها شهید میشوند، بعضیشان باشد از نافهمی قربانی تشکیلات. اما ما نباید آرام نشینیم، باید یکجا شده بر ضد این ظالم ها مبارزه بریم. راست میگوید خانم زیلا، راست میگوید. یولماس چیکار کرده باشد؟ خدا نکرده به سرشان یگان بلای بیاید. تو را میگویم اینها را به درون بر. کنی زودتر. خوب شده است قماندان. زودتر گفتم. لونا، این منم. یلماز، لونا، میدونستم که میایی. باید زودتر از اینجا برایم. رفتیم. بیا دیلا، رفتیم. یلماز با این حال بر اومدن نمیتوانم. اگر با ایتن یا سینان رو برو نشویم خیلی آسان میبریم دیلا. رفتیم. ایستا از جایت نجوم. سلاحت را پرتا. آیستا پرتا. وای خوش آمدی. این تویی. تو را پزمان شدیم. کنی راگارد. او رو سرده. التماس او رو سرده. استا راگارد. اگر آرامانه به حجرت برگردی برو رها میکنم. یلماز، راگارد. یلماز، پیش درا گفتم. ولی با من بیا. ابله حافظ، در این جایها چی میکاوی؟ یا اینکه مرا یاد کردی؟ شنیدم که آن دختری ابله قماندان شده است. از جهت نجوم حیوان، یعنی به اینجا بیا. راگارد. التماس او رو رها کنه. هرچی که خواهد میکنم. التماس فقط آرام شو. فهمیدی؟ دخترکی خوب شده. چیکاری که فرماین اجرا کن. پیشوایمان شب می آیم تا آمدنی من با تو میمانم.
اینطور آسان نمیموری یلمز. تو حتی تصور کردن نمیتوانی تو را با چه عذابها میکشم. مردن را آرزو میکنی. سینا بیا گذر. اینها را در نزد قرارگاه یافته. گذر حیوان خاین. معلوم میشود که تنها ناآمده ای محافظی ابله. رفیقانی محافظت را هم آورده ای. نپران آنها را سینا، نپران میگویم. تو اگر مرد باشی مرا پران سینا. البته نوبتی تو هم میرسد یلمز. مینه سرت را میبرارم. فهمیدی؟ میبرارم مینات را میبرارم. مرد به ناموس ها. به ناموس. رفته موزان. هم برنگشتن پسرم. باید پیش راهشان را میگرفتم. آخر پیش راهی آب روان را کسی گرفته نمیتواند. فوت آمده است آقای تایر. آلدو چی شد؟ فوت چی واقعه؟ یلمز کجاست؟ برای رها کردن دیلو به قرارگاه در آمد، اما به دست افتاد. ما هم با یک عذاب رها یافتیم. 3 ماه روزمان رو دستگیر کردن، ما رو هم قریب بود دستگیر کنند. پسرم چی کار میکنی؟ اکنون چی میشود؟ خدایا با آنها خودت کمک کن. نتوانستم دیلا، تو را رها کردن نتوانستم. تا این راست گفتم باید نمی آمدم. خدایا کی بداند با دیلا چی شده باشد. پیشوایمون می آیند. با اجازه شما جناب. البنت جاهزة سيادة القائد. كيف هلا؟ قدرتوا تقنعوها؟ هي خايفة شوي بس ما لها مشكلة، تتعود. بالفترة الأولى أنا كمان كنت خايفة. بس أنا ماني متذكرك، ذكريني إمتى صار هالشي؟ الشغلة صار لها سنين يا سيدي، ولحتى أذكر حضرتك كنت تناديني وردة. عن جد؟ ايه هلا تذكرت. بعد إذنك سيدي أنا رح أطلع. بترجاك اتركني، أنا ماني وحدة من التنظيم. لا تخافي، بدي نسبك للتنظيم، ووقتها راح تحسي بطعمة الحرية الحقيقية، راح تتغير حياتك كلها. ماني مقتنعة بكل السخافات تبعكم وما بدي إياها. اتركني أرجع على بيتي، الله يوفقك، اتركني روح. إيه خلاص. شرف مديا تقدم میکند. اینجا خیلی خطرناک است. پیشوایمان را حمایت کنید، زودتر. بعد عني، إذا قربت علي رح أقتل حالي.
انت مو اول وحدة بتخاف وبتحكي لي هالحكي، كتير منهم كانوا خايفين مثلك، بس صدقيني ما في شي بخوف. انت هيك رح تحسي بطعمة الحرية، بقى ما في داعي تخافي. سردارم ببخشید، اینجا خیلی خطرناک است. باید شما رو زود از اینجا بریم. مالش زود میرویم. خواطر نشد، سرا این تر نمیگذارم. با خودم میبرم دخترکی زیبا. دقت، آماده شوید. این دختر را نیز با خود میگیریم. خوب شده سردارم، او را هم میگیریم، با ما میرود. همشیری گفته همین؟ بله باتن قماندان، همشیره اوست. او چی کار میکنه؟ حاضر میفهمی. همین که یلدوز رو از اونها گرفتی، همشیره رو با من فریست. خوب شده است که شما خواطر نشوید. خیر، برای کار. شما یلدوز رو با او عوض کردن میخواهید؟ نقشه هم همین است، اما برادرم دختر رو میخواهد. او رو در قرارگاه نگاه دارید. همین که کارم با آخر رسید او رو میفرستید. قیتن نسبت دختر شو. کنی راگرد گفتم. خسم نشو همشیره. باتن یلمز را میکشد. تو باشی به نزدیک پیشوایمون میروی. این کار نباید ناتمام ماند. با برادرم چی کار کرده؟ با یلمز چی کار کرده؟ خاطر نشو. به جنت میرود که همیشه در آرزویش بود. گذار خدا، یلمز را میکشد. کنیخیس با من میروی. مرا به کجا میبری؟ مرده ها سوال نمیدیم. کنی پیش درا. کنی پیش درا. گوش کن سینان، با تو یک وظیفه مهم میدهم، اما پنهانی. به سرحد میروی سینان. امرتان را با جان و دل اجرا میکنم باتن قماندان. باید از آنجا موادهای ترکنده را گیری. این باشد پول آن مواد هاست. چه خوبه، در اینجا چقدر پول است. پول خیلی زیاد بوده است. با فکرم بار خیلی زیاد است. خیلی زیاد است. بله سینان، دو نمود موادهای ترکنده رو میگیریم. بمب‌های پرقوت میآیند. آنها رو به شهرها تقسیم میکنیم. با فرمان مرکز همشون در یک وقت ترکانده میشوند. وای، مگر عملیات خیلی کلان است. ها، خیلی کلان است. مال یک مرو تو میگیری، پول مال در جوزدان است. مال دوم که خیلی مهم است، آن رو من خودم رفتم میگیرم. خوب شده است باتن قماندان، خوب شده است.
هوشیار شو سینان، این عملیات خطاگی را نمیپذیرد. اگر یگان خطایی کنی این کار با من امانت است. شما خواطر نشوید. رفته یلدوز را یافته بیارید. این بمب ها رو در شهر میترکاند. آدمان زیادی را نابود میکنند. اگر کشتنی باشی پران آخیر. اکنون رو تو آزادی. چه؟ تو چی ها میگویی؟ گریز میگویم نمیفهمی. گریز آخیر. تو برای چی این کار را میکنی؟ اگر سوال دادن گیری باز دستگیر میشوی. گریز زودتر. همین ترایتین قرارگاهمون را از دست دادیم و اینجا پناه بردیم. اینها باشند ما را بازیچه دستشون کردن. باز مرا با عملیات میفرستد. خودش با من نمیرود. سینان من فرمانم را دادم. اکنون عمل کن. اطاعت قماندان. نیستید زود براه برایید. من زود رفته کار را حل میکنم. شما خواطر نشوید با تن قماندان. بچه ها را آماده کنید. همه آماده اند سینان. ای سلاحشان را از نظر گذران. تیردانهایشان را بینیتین. ایتین تو با گپی من گوش کن. آخیر با گپی من گوش کن. این را بینید گپ را نمیفهمد. با من گوش نمیکند. با من گوش نمیکند. خدایا با من کمک کن که یلماز را گرفته از اینجا روم. برای پیش راه این ظالمان را گرفتم. با من کمک کن. پلهای مرا بینه. اینجا را کسی نمیداند من چقدر پول دارم و عقل هستم. الو به شما خبری دارم. گوش کنید. از سرحد موادهای زیادی ترکنده میگذرانند. تیردانهایتان رو از نظر گذرانید. تو هم یراقهایتان رو تازه کنید. خوب شده است. آماده باشید. آی دختر تو در اینجا نوبت داری. بیایید میرویم. این را تو دار. خوب شده است. سینان راه گردید میرویم. سینان یلماز گریخته است. تو چی گفتی ایتین؟ چطور گریخته است؟ من از کجا دانم؟ گریخته است نیست. آوازت را بلند نکن کسی نفهمد. هیچ نباشد دیلا در دستمان است. او را دستگیر میکنیم. سینان من هم روم. لازم نیست ایتین. تو در همین جا ماند. در نبودن من تو قماندان میشوی. خوابش برد پسرم. بله مادر. کسانی که معلومات عالی دارند آنها را چطور به این راه میبرند؟ روز بخیر. باز چی شد قزبان؟ یلماز آماده است.
در قهوه خانه دیه نشسته است. گفتم همه را با شما خبر دهم. مادر شما نزدی سلیمه ایستید. ما از نزدش دور نروید میلش. آقای الدو انا بیست من برای تو شیر نمیشتم. چخیل شیر از پیش راه محترم بیست خیز یک دقیقه انا گوش کن گل ها می شکوفند پرنده ها پرواز میکنند. تو چی سفسته میخونی؟ چخیل گل چخیل پرنده از پیشم بوشم. این چپون شیر رو نمیفهمد. آقای الدو یلماس در همین جز پسرم. یلماس خدا را شکر که رها یافتی. تو راست گفته بودی طاهر. باید تو را گوش میکردیم. سببگاری مرگ 3 نفر شدم. تقدیرشون همین بوده است. اکنون باید فکر کرده عمل کنیم. شما رو در نظم پستبون موندند. دخترم برای چی این طور میکنی؟ آخر ما با فایده تو گپ میزنیم. طاهر در کجاست؟ به قهوه خانه رفت. با طاهر گوید که اگر مرا به سینان دهد دیلا رو گرفته میتواند. تو با این احوال به کجا میروی؟ کمی خواب کن دخترم، استراحت کن. بوتان خیز میرویم یلدوز. راه گشته نمیتوانم بوتان. من تو رو برداشته میبرم. زخمم وزنین است. اگر با این حال به قرارگاه برگردم میمیرم. تو رو در همونجا تبابت میکنند. رفتیم. بوتان یلماس مادر ایستا نگوریز. صدای تیر برام از طرف نقطه تیپی است. کنی رفتین زودتر. مادر جان خوبه؟ آنو با کار را دستگیر کن پسرم. چی بخیر؟ بخیر است اکی یلماس. با نقطه تیبی سلاحداری در آمده است. همین که من اومدم با این طرف گریخت. خداش بلندی خراب است. او را باید کسی نامده. پس بگن اون طرف میرویم. نمیدونم. دیگر ایلاج نیست. تقسیم شده همه جا رو میکابیم.
انا دکتر هم اومد. او رو گم کرده ده؟ بیشترم چی شده است؟ میخواست سلیمه را گریزاند آقای حامد. وای دور رفتن نمیتواند. کنی پراکنده شود او را باید یابید. زودتر رفتیم. نزدیک نشوید وگرنه او را میکشم. سرده او را نامه تو به هیچ کم برسه نمیدم. سلاح را پرتو. به من مانع نشوید. باید ما با تو نزدیک نمیشویم. سرده او را. تمام. سرده او را میگویم. او را میکشم گفتم. به من مانع نشوید. آرام شو. التماس او را رها کن. رها کن بگویم با تو. سرده. رفتیم. زودتر. رفتیم. کنی زود باشید زودتر. قاچاقچیان بار رو به اینجا میارن سینو. چرا ایستاده اید؟ کنی راه گردید. رفتیم. کنی زودتر. رفتیم. زودتر. با من گوش کن فیروز. من به قضای حاجت میروم. شما رفتن گیرید. من حاضر میآیم. حاضر وقت قضای حاجت نیست سینو. آخر دیگر طاقت کردن نمیتوانم. انا پولها در دستت هستند. تو رفتن گیر. من حاضر میآیم. مایلش رو زودتر. سلاحایتون رو بسته تکل کنه. پرونه قسم جان زدو بار ایسته پرتایه سلاحایتان رو پرتایه. نجوم بدم سلاحا پرانیه میگویم بزرگواران مردن. پولها هم از دست رفتن. من خودم تنها چیکار کرده میتوانستم؟ نزدیک نشوید. ایستا دختر نزدیک نشوید. ایستا او را رها کن. پدر اینجا نگاه کنید. اگر به یردوز یکم چیز شود همشیره را میکشم. نپرانید مادرم در آنجاست. نپرانید مادر جان ایسته نپران مادر جان آرام شد. هی خدا چیکم. مادر جان آرام شد. او گونه خوب هستید؟ خویزران خوبم فقط خوبم. خدا نگه داشتی لال. تشکر حامد. اینجا بیا همشیره. آیسا بیا. انگشتان را سرما زده است. آنها را ببو. میمورم. اپای دیوا گلته گبزنی را بس کنید. تو هم کمک کن گلتین. انگشتهایش را میبرید. فهمو؟ نه نمیتوانم. من همشیرم جراح نیستم. باشی را انتظارت برد آخیر. میبری نباشد مینه ای سرد را چیز نکنم. کنی زودتر اجرا کن.
مامان بیا. سرده مرا. از من چی میخواهی؟ سرده. راهگر. سرده گفتم. دختر را به کجا میبرید با تن کماندون؟ یلدوز را گویزانده نتوانستم. این را با دکتر داده یلدوز را میگیرم. دیگر چاره نیست. آخر نقشه سینان دیگر است. او همشیره را برای به دست آوردن دکتر نگاه میدارد. تو به کار من دخالت نکن. سینان در نزد من یک مگس است، فهمیدی؟ ایتن یاری دیه. سینان؟ چی شد سینان؟ به دام افتادیم با تن کماندان. زخم دار شدی سینان؟ نه زخمی نشدم. این خونه برادرانمان است. موادهای ترکنده کجایم؟ آدمانمان را کشتند. موادهای ترکنده هم از دست رفت. الله من را سوزاندی. خوب شد که با ما نرفتید وگرنه شما را هم میکشتند. این چطور روی داد؟ سربازان از کجا خبردار شدند؟ چی شد؟ یلدوز را آوردید؟ نه نتوانستم. شما پروا نکنید با تن قماندان. یلدوز را میاریم، دکتر را هم میکشیم. این کلی کرد. همشهره را باشد و پیشوایمون پیشکش میکنیم. چرا اینقدر خودتون را عذاب میدهید؟ مرا بس اینان داده همشیره را گیرید کار تمام. سلیما این طور نمیشود. من باید تو را به دولت سپارم. در این خصوص دیگر گپ زدن هم نمیخواهم. یعنی مرا به دولت سپردنی ها؟ به من اون دختر را گرفته نمیتوانید. سلیما خودت را عذاب نده. من از فکرم نمیگردم بلکه از روی قانون عمل میکنم. چیزی که خواهی گفتن گیر. من از تشکیلاتم و با اونجا برمیگردم. همه تان آماده اید؟ یگان خطاگیه نشود. آماده کماندان. قسم اولین مواد رو از دست دادیم. اکنون همه امیدمان به قسم دوم است. موادهای ترکنده رو گرفتن لازم. بعد از این عملیات ها در شهر آغاز می شوند. پول نیست؟ موادهای ترکنده را چطور میگیریم؟ درباره پول فکر نکن. پول را به پورگی میگیری. همش را حل میکنند. آنها کیستند؟ ما با که ها کار کرده ایستاده؟ آنها دمان خارجی هستند. هرچی طلب کنیم رد نمی کنند. مالهای خواسته ما رو میارند. پول را دریغ نمی دارند. اگر خواهیم چرخبال هم میدهند. مسئله پول را حل میکنیم. اینطور باشد مشکلی حل است. و کجا می رویم؟ مالا را از کجا می گیریم؟ از دست ماران. آنها موادهای ترکنده را به آنجا می آرند. مسئله یلدوز چی می شود سینان؟ اول آن مالها را به مرکز رسانیم. عملیات سر شود آنگاه یلدوز را گرفتن آسان است. چی خیلی آسان است؟ قریب بود مرا می کشتند. باید نقشه خوبی کشیده هجوم کنیم وگرنه مشکل می شود. خوب شده از باطن قماندان گفته شما شود. بین هم من نقشه دارم. خدایا ایتن یاری دهید مرا میکشد. برای چی داد میزنی؟ ایتن چیکار کردی ایتن؟ هیچ کاری نکردم. بیهوده داد زده ایستاده. نترس همشیره. تنها از مویت کمی میگیرم. تو هم خیلی نازک شده ای سینان. حاضر میشکنی. تو بازرش کردی ها؟ تو را میکشم. ایتن
تو مرا فهمیدی گوتن؟ فهمیدم قماندان. به من گوش کن. اگر جای قرارگاه همان را از دهانت براری، هم تو و هم اولادت را نیست میکنم. با کسی نمیگویم سینون قماندان. خب اکنون زودتر بدی حرم. ایتیم با من بیا. مرا به نزد آقای دکتر میفرستند. شما یگان گفتنی دارید؟ قلم داری؟ بله. چی شد الله؟ مرحمت آقای دکتر. جای قرارگاهشون را به سربازان خبر ده. دیگری لاش نداریم. آنها می توانند ما را گوش کنند طاهر. این برای دیلا خیلی خطرناک است. یلمز راست میگوید. پس چیکار کنیم؟ بیا طاهر این دختر را با دیلا عوض کنیم. گوش کنید. آخر تشکیلات به ما چنین تکلیف نکرده است. اگر کندم یک اسیر است. باید ما او را به سربازان سپاریم. فراموش نکنید که اکنون ما محافظیم. خوب شده است پسرم، اما دیلا را چطور نجات میدهیم؟ این دختر خودش راضی است. اگر او را دهیم دیلا را گرفته میتوانیم. بسرم یک فکر آمد. شاید سلیما را با آنها نداده دیلا را آورده توانی. اما باوری ندارم. خودت میدانی پسرم. چرا نگاه کرده ایستاده قیزبام خانم؟ چی من را بار اول میبینی؟ این سلاح سر لباس بس زبیده است آلدو. تو چی ها میگوی قیزبام خانم؟ چشم نرسد گوی، توبه گوی باز چشم نرسد گوی، استغفرالله گوی. آلدو این کیست؟ سلاح دار است. بعد همه آمد. از سینون با آقای طاهر خبری آوردم. یعنی از سینون خبر آوردی ها؟ را گرد. آقای دکتر یک سلاح دار از سینون خبری آورده است. گلده خولا وای دخترم که بیچاره. خاله جان از حال مادرم خبر دارید؟ آن کس چی ها دارند؟ خوب است دخترم خوب است خواطر نشم. ایستد مادر جان ایستد. ما باید با او گپ زنیم. کنیشین دخترم گذر. کنی گوی دخترم آن سینونی مکار تو را برای چی فرستاد؟ انا این را برده ده گفت. کبا مانده. ای بیناموس. این مویسر دیلا است. کوگوی با خواهری من چیکار کردن؟ گپ زن نگویم. چیز او خوب است. کو زودتر گپ زن. با او چیکار کردن نگویم تو گپ زن. ایستو یلمز ایستو. سینان مویسر را فرستاده میخواهد گوید که او از ما با قوت‌تر است. ابله نابکار. انا این را باشد برای شما فرستاد آقای دکتر. اون بیناموس چی نوشته است؟ بعدی غروب آفتاب دیلا را به وادی نهر می آورده است. میخواهد که من هم سلیما را به آنجا برم و باز میخواهد که من تنها روم. اگر این بیگاه در آنجا نشوم دیلا را میکشد.
پسرم اگر تو تنها روی او تو رو میکشد میفهمی. مقصدشان طاهر را کشتن است. سگی نابکار. چیکار میکنیم طاهر؟ یکون چیز گوی آخر. خدایا دلم میکفد. اپای دیلا این را برای شما نوشتند آقای دکتر. در شهرهای کلان در یک وقت بمب می‌تکاندند. سینان با بولتن گفتن قماندان موادهای تکنده را گرفته و مرکز تقسیم میکنند. حاضر باشد برای گرفتن بمب‌ها به زمین آهوچه رفتند. آنها را باز دارید. پیش راه این قتل آن را گیرید وگرنه آدمان زیاد هلاک می‌گردند. کار نمیکند. نه من به شما گفتم که تلفن کار نمیکند. با من باور نکردید. با خدا همه جا رو برفشانده است. شاید سبب کار نکردن تلفن برق باشد. در این هوای خنک چطور کار کنند؟ چی شد طاهر؟ با سربازان گپ زدی؟ متاسفانه با سربازان خبر دادن نتوانستیم. تلفن کار نمیکند. اکنون چیکار میکنیم؟ پیش راه سینان را خودمون میگیریم. خوب لیکن وقتی که دلو در دست آنهاست این کارمون بی‌عقلی نیست مگر؟ نه اگر روی هایمان را پوشانه ما را نمیشناسند در وقتش من هم به همین طور میدر آمدم. توبه کردم خدایا توبه. برای آدمان بیگانه که آنها را نمیشناسید خودتان را فدا میکنید. شما عقل ندارید. اگر لازم شود میموریم رئیس. تو چه میگوی رئیس؟ با شنیدن این خبر آرام ایستاده میشود. اگر یگان کاری نکنیم ما از سیلخداران چی فرق داریم؟ هر گوسفند از پای خودش آویزان است گفته گردیم. به خدا اگر لازم شود من خودم میروم. به خدا زیلار راست میگوید. من روی از قرارگاه برآمده را خوب میدونم. در آنجا گذرگاهی است. برای دون خیلی موفق. رفتیم. بیایید میرویم. حاضر سلاح را گرفتم بیایم. مایلش طوری. سلیمه سلیمه گریخته است. سلیمه گریخته است. چی گریخته است؟ خیلی نمیدانم اما دور رفتن نمیتواند. این طور باشد رفته او را بخوابیم. یلماز ایستا تو برای من لازمی. دو نفر رو فرستید کفایه. زخم دار است دور رفتن نمیتواند. ما باید هر چیز زودتر رفته مواد ترکنده را نیست کنیم. رفتیم وقت را از دست ندهیم. مایلش من حاضر دو نفر را میفرستم. زودتر دختر را یافته بیاریم. رفتیم زودتر. کنی راه گرده زودتر زودتر.
همون طور تخمین کردم به طرفی گذرگاه می آیم. ایستد باتن قماندان ایستد. چه شد سینان؟ این گذرگاه برای دام گذاشتن خیلی موافق است. و ما کی دام میگذارد سینان؟ آدمی از شیر سوخته جرغاد را پوف کرده می نوشد. به دو گروه تقسیم می شویم. شما با خرها در همین جا ایستد باتن قماندان. من پیشتر می روم. اگر گذرگاه را گذاشتم به شما آدم می فرستم. اگر به من هجوم کنم به کمکت می آیم سینان. تشکر قماندان. تو با من بیاید. ایتن بزن راه گردید. کنی زودتر از پس من. يلا يا شباب خلينا نتحرك شيء. عبدو يلا قوم. يلا يا شباب يلا انسحبوا يا شباب يلا. شكلهم خافوا وهربوا. معقول تكون الشرطة؟ ما بظن، بس ما بعرف مين هنن.